عمو ماه مبارک رمضان رسید، نمیخوای ما رو افطاری دعوت کنی؟ چی حالا میخوام من از افطاری بترسونی؟ ولک برو با دعوت من سوال کن تو اهواز. من افطار میدادم شبا. حالا بذار خاطره از اول افطار با تعریف کنم. راستی یه شب مهمان اومد برام قبل از افطار. خب نیم ساعت فکر کنم 1 ساعت یا 45 دقیقه همین چیزا 500 نفر اومدن خونم برای افطار. چقدر؟ 500 نفر اومدن خونمون. خب بعدن من چیکار کنم؟ سری زنگ زدم به یه آشنای دارم، فیصل اسم چیز بود، اسمش فیصل ها فیصل نمیدونم اسمش چیز داشت، حمید بود اسمش، آقا قصاب بود. زنگ زدم بهش گفتم ها، گفت چه؟ گفتم بهش که الان میخوام برام 300 تا گوسفند بکشه سری بیاره. 300 تا گوسفند؟ آها 300 تا بس بود. 500 تا زیادم میشه خوبه. و گفت ندارم، خوشم من خدا گفت تعداد ندارم، 300 تا بیشتر ندارم تو موجودی. گفتم 300 تا همین الان بکش بیار. کشتشون آقا. آورد و پسر ما تو این 45 دقیقه شام پختیم، اون فتح دادیم بهشون. اون شام چه افطاریم. حتی من میگه افطار نمیدی. بلک من افطار تو جا بیا امتحان کن. بیا ما 300 تا نمیخوایم، شما یه نصف گوسفندم به ما بدی ما راضی. تو دوده داری. دوده میدونی یعنی چی؟ دوده نه. پس اگر نمیدونی از کسانی که نگاه میکنم کامنت کنن دوده یعنی چی که جواب تو رو بدن. دوده